خب به نام خدا سلام عرض می‌کنیم خدمت تمام دوستان عزیز. زمزم هستم با درس یک کتاب اینساید ریدینگ اینترو یونیت اول و درس اول. بدون فوت وقت میپردازیم به درس اول. An early brain map throughout history. throughout یعنی در طول. وقتی میگه throughout history یعنی در طول تاریخ. Human behavior seemed impossible to understand. میگه رفتار انسان human behavior رفتار انسانی. حالا اینجا نکته‌ای که داره چون در واقع human اینجا به عنوان یک صفت به کار برده شده به همین خاطر آپوستروفی اس نمیگیره و منظور انسانی هست. human behavior یعنی رفتار انسانی. seemed impossible to understand به نظر میاد که غیر ممکن باشه برای درک و فهمیدن. میگه رفتار انسان غیر قابل فهمه در طول تاریخ. teachers wondered. wondered اینجا به معنای ندانستن و سوال پیش آمدنه. میگه معلمان براشون سوال پیش میاد. why some students were good at math. دوستان بعد از کلمه good حرف اضافه یا پروپوزیشن at میاد. همچنین اینو یادداشت کنید. بعد از کلمه expert هم شما باید حرف اضافه at به کار ببرید. مثلا میخواد بگی که من تو ریاضیات در واقع خبره هستم. خبره بودن یعنی expert. شما میگی که I am expert at math. یا میخواد بگی که خوب هستم. I am good at math. به همین خاطر بعد از کلمه good و بعد از کلمه expert حرف اضافه at میاد. میگه معلمان سوال براشون پیش میاد که چرا بعضی از در واقع دانش آموزان were good at math but other students were not. بعضیشون خوب بودن تو ریاضی ولی بعضیشون نبودن. People wondered why one neighbor was friendly but another was unfriendly. میگه مردم براشون سوال پیش میاد که چرا بعضی از همسایه‌ها مهربونن friendly یعنی در واقع رفتار خوبی دارن مهربانانه برخورد میکنن دوستانه friendly یعنی دوستانه هستن اما another یکی دیگه شون unfriendlyه یعنی دوستانه نیست. خب اپوزیشن friendly on هستش نمیگیم in friendly میگیم on friendly. این هم یه نکته خیلی جالب هستش. همچنین میگه که parents wondered همچنین اولیا پدر و مادر هم سوال براشون به وجود میاد یا نمیدونن. در واقع این دوتا معنی رو میده این کلمه wondered. همچنین پدر و مادرها هم نمیدانستند چون ایدی گرفته. Why one child behaved and another caused trouble. میگه که چرا یکی از بچه هاشون رفتار خوبی از خودش نشون میده رفتار مشخصی از خودش نشون میده اما یکی دیگه شون باعث ایجاد مشکل میشه. cause trouble. In the early 19th century. دوستان این ساختار رو یاد بگیرید. میخواید بگید مثلا اول قرن 19 اول قرن 20 حرف اضافه ای که میاد در واقع این هستش نه آن و ساختار هم مشخص است. In the early 19th century. مثلا شما میخواید بگید در اواسط قرن 19 به جای کلمه early باید mid بذاری. In the mid یا middle. In the middle 19th century. یا میخواید بگید در اواخر به جای early کلمه late رو میذاری. اما ساختار به همین صورت است. در اوایل قرن 19 a German doctor thought. خب thought اینجا کلمه زمان گذشته think هستش. میگه که یک دکتر آلمانی فکر میکرد he could answer these complex questions. complex یعنی sophisticated یعنی پیچیده. not simple یعنی اپوزیتش میشه simple ساده و complex میشه پیچیده. میگه که یه دکتر آلمانی فکر میکرد که جواب این سوالات پیچیده رو میدونه. His name was Franz Joseph Gall. حالا این هم یه اسمش بوده آقای گل. A new theory
Dr. Gall believed that. خب دوستان کلمه believe حرف اضافهش این هستش، ولی بعضی موقع ها به جایی که بگی این میتونی بگی یه چیزی رو میخواد توضیح بدی، میتونی از حرف اضافه that استفاده. مثلا میخوام بگم که I believe that you are a good boy. من اعتقاد دارم تو پسر خوب هستی. پس از that هم معمولا استفاده میشه. میگه او در این باور بود، در این اعتقاد بود که that the brain was the source of human behavior. دوباره اینجا human در نقش صفت به کار برده شده. میگه ایشون بر این باور بود که مغز انسان یک در واقع منبعی از رفتارهای انسانی است. یعنی همه چی از مغز انسان نشأت میگیره. دوباره he thought it was possible to understand human behavior. او فکر میکرد که خب possible در واقع اپوزیتش میشه impossible، یعنی unpossible نمیشه. این هم باز یه نکته هست. او فکر میکرد که ممکنه هست که ما بفهمیم رفتار انسانی رو if we understood how the brain functioned. اگر ما بدونیم که عمل کرده مغز به چه صورت هستش. how the brain functioned. He believed that. دوباره او بر این باور بود که each area of the brain was linked to. بچه ها حرف یکی از حرف اضافه link to هستش. او بر این باور بود که هر قسمتی از همینجور که از شکل مقابلش هم مشخصه، هر قسمتی یعنی اومده قسمت بندی کرده مغز انسانو و بر این باور بود که هر قسمتی از مغز انسان was linked، یعنی مربوط بود به to a certain behavior، مربوط به یک در واقع رفتار هستش. such as bravery، مثل شجاعت، bravery. furthermore، بچه ها furthermore یعنی به علاوه، مضافه بر اون. این addition هم میتونست بگه به علاوه اون. Dr. Gall wondered، همچنین همین آقای دکترم سوال براش پیش اومده بود یا نمیدونست. wondered if the functions of the brain created bumps on a person's skull. خب the skull is the bone around the person's head. خب این اسکال من حالا خدمتتون عرض کنم که تلفظش رو مطمئن نیستم، اما به جمجمه میگه که این آقای دکتر گل براش سوال پیش اومده بود که این عمل کرده مغز انسان باعث ایجاد یه سری برآمدگی هایی روی جمجمه میشه. خب در ادامه‌اش هم گفته این جمجمه یک استخونی هستش که اطراف در واقع سر یک انسان هستش. if so یعنی اگر چنین باشه. ببین دوستان شما مثلا یه جمله میگی، بعد تو جمله بعدی میخوای بگی اگر چنینه، اگر درسته، اگر بله، میتونی بگی if so. خیلی قشنگ میشه. اگر همچین چیزیه a doctor could learn about a person's behavior by analyzing these bumps. میگه که اگر یه همچین چیزی صحت داشته باشه که اون دکتر گفته، بله یه دکتر میتونه که بره این درس رو بخونه، میتونه بره learn about کنه، یاد بگیره about a person's behavior در رابطه با رفتار انسان by analyzing these bumps، با در واقع تفسیر یا آنالیز کردن این برآمدگی ها. به همین خاطر he could analyze the location and the size of the bumps on the skull. میگه که ایشون هم میتونست که بره آنالیز کنه که این محل قرارگیری یا سایز هر کدوم از این برآمدگی ها روی جمجمه در واقع بره آنالیز کنه و تفسیر کنه. حالا the bumps would tell the doctor about the person's behavior. خب ادامه دوباره تکرار داره میکنه. میگه همین برآمدگی ها میاد در رابطه با رفتار انسان به دکتر خیلی چیزا رو میگه. دکتر گل began to. خب حرف اضافه began یا begin که میشه began میشه past یا past tense یا زمان گذشته، begin to هستش. میگه این آقای دکتر گل شروع کرد به test this idea. خب تست کنه این ایده رو، این فکر رو. First he looked at the heads of many people. First اول از همه he looked at. بچه حرف اضافه look میشه at. شما وقتی میخوای یه چیزی رو نگاه کنی look at میکنی، look to نمیکنی یا look in نمیکنی. خب
دو تا کلمه دیگه هم هست، گیز هم خب حرف اضافهش میشه ات، یعنی خیره شدن. یه کلمه دیگه هم هست که در ادامه میگم. یکی این آقا اول از همه اومد سر خیلی از آدما رو نگاه کرد. به جای پیپل هم خیلی اینجا پیپل به کار برده، میتونست ایندیویدوالز یا هیومنز هم بگه، یعنی انسان ها یا مردم. He located the bombs on their skulls. میگه که اومد اونا رو در واقع علامت گذاری کرد یا محل بندی کرد. He measured these bombs. خب اندازه‌گیری کرد این در واقع برآمدگی ها. Then he asked the people questions about themselves. بعد از اون یه سری سوالا ازشون پرسید، از مردم، در رابطه با خودشون، about themselves. He wanted to learn about their behavior. خب علتش هم همین بود، می‌خواست در واقع در رابطه با رفتارشون و عملکردشون یه چیزایی یاد بگیره. خب دکتر داره تست میکنه دیگه، یکی از راه‌های ریسرچ تست کردن هست. He looked for a link between people's bomb and their behavior. میگه که او دنبال، خب look for یعنی اینجا نکته داره. من گفتم حرف اضافه look at هستش در صورتی که شما به یه چیزی نگاه کنی. مثلا شما داری به پدرت نگاه کنی، look at your father. شما داری به برنج نگاه کنی، look at rice. شما داری به مثلا آب نگاه میکنی، نمیدونم، شما داری به این منظره‌ای، look at scenery. اما شما دنبال یه چیزی هستی، اصلا کلمه کلا فرق کرد. به اینجور در واقع افعال میگن phrasal verb. چرا؟ چون که با یک حرف اضافه کلا معنی کلمه یا معنی فعل متفاوت میشه، که الان بحثش نیست. تو کتاب در واقع Inside Reading Intro در واقع بحث phrasal verb ها هست، ولی ما نمیخوایم خیلی عمیق بهش بپیوندیم یا بهش بپردازیم، عذرخواهی میکنم. و همین خاطر در همین حد که شما بدونید که look حرف اضافهش at هست، look for اصلا یعنی یه معنی دیگه میده، یعنی دنبال چیزی بودن. میگه he looked for a link. او دنبال یک در واقع رابطه‌ای بود between people's bombs and their behavior. خب دوباره داره تکراری میگه دنبال یه رابطه‌ای بود که این برآمدگی مغز کله آدما رو با رفتارشون یک لینکی، یک کانکشنی ایجاد. کجا رفت؟ finally در نهایت Dr. Gall thought he could link every bomb on a human skull to a certain brain function. در نهایت متوجه شد یا در نهایت متوجه thought معنی متوجه شدن هم میشه، یا به این فکر فرو رفت، اینجور بگیم بهتره، به این فکر فرو رفت که میتونه یک ارتباطی برای هر برآمدگی که روی جمجمه مغز در واقع انسان هستش رو با عملکرد مغزش صراحتاً یا در واقع عملکرد صحیح مغزش بیاد یه لینکی یا یک کانکشنی برقرار کنه، که همچین معنی میده. He created a complex map. اون یک نقشه پیچیده ای از مغز رو، حالا یک نقشه پیچیده مغز رو نگید، a complex of an average human head. average هم که میشه عموم یا در واقع average خود یعنی میانگین سر افراد. The map had 27 areas. یعنی اومده این نقشه درست کرده، 27 قسمت کرده کله انسان رو، شکل هم مشخص، یا سر انسان. He labeled یعنی برچسب گذاری کرد دیگه. He labeled each of these areas each of the areas with a brain function. هر قسمت اومده لیبل بندی کرده، برچسب گذاشته که with a brain function. گفته مثلا این قسمت مثلا شمال غربی مثلا مربوط به کاشنه، احتیاط، نمیدونم جلو سمت چپ بالا مثلا میشه یه چیزی. این اومده عمل کرده بر اساس رویکردهایی که مغز داره، این اومده لیبل بندی یا برچسب گذاری کرده. Some of these functions بعضی از این عملکردها were friendship، داره دونه دونه نام میبره. friendship، music، numbers مثلا دوستی، موزیک، اعداد. a love of children a love of children bravery مشخصه گفتم شجاعت، humor یعنی شوخ طبعی، and memory حافظه. Dr. Gall named this mapping of the human skull phrenology.
فرنولوژی. خب فرنولوژی میگه این اومده این اسم رو نمیدونم چی هستش، مثل که میشه آنتروپولوژی که میشه انسان شناسی، مثل کله شناسی میشه یا سرشناسی. فرنولوژی حالا ادامه فکر کنم توضیح بدم. The growth of phrenology. بله میگه که این فرنولوژی created great interest around what. خب میگه که خب خیلی جالب اینو یاد بگیرید. میخوای بگی که یه چیزی تو دنیا مطرح شد یا باعث علاقه شد، در واقع create کرده یک great interesting all around the world یا throughout the world، در سراسر دنیا. Some people thought، میگه بعضی مردم فکر میکنن که این آقای دکتر گال ideas were wonderful. چقدر ایده هایی که گفته چقدر چی بوده؟ wonderful یا شگفت آور بوده. They thought his phrenology map was a scientific way to understand human behavior. Again, human here is adjective. میگه که اونا فکر میکردن که اون مردمی که ایشون رو تحسین کرده بودن گفتن که بله این نقشه سری که ایشون، نقشه کله شناسی و سرشناسی که ایشون در واقع مطرح کرده یک راه علمی بوده برای اینکه رفتار انسان رو بشناسیم، رفتار انسانی رو بشناسیم. In fact, some people learned how to read head bumps. در حقیقت بعضی از مردم یاد گرفتن که این نقشه رو بخونن یا این برآمدگی ها رو، برآمدگی سر رو بخونن. They became phrenologists. میگه کسی که خب فرنولوژیست اینجا مشخصه دیگه، کسی که فرنولوژی خونده میشه فرنولوژیست، یعنی کسی که این کار از کله شناس. Customers went to them. میگه خب مشتری میره پیششون. To have their head bumps analyzed. برای داشتن یک آنالیزی از سرش. میشه قشنگ to have their head bumps analyzed. They asked the phrenologists for advice about their lives. همچنین ازشون سوال میکنه که یه سری ادوایزایی بده، یه سری نصیحتایی بکنه که چجوری در زندگیشون نصیحت کنه، چجوری زندگی. اما یه سری هم چی هم؟ کریتیکس هم، منتقد هم. Phrenology's critics یا نقد هایی که بهشون وارد منتقدین. خب این کانتراست یا on the other hand میتونست بگه، یعنی در مقابل یا در واقع در طرف دیگر. On the other side. Other people made jokes. بعضی ها جوک میسازن about phrenology and head bumps و همچنین برآمدگی سر. و حرف اضافه که گفتم بخوام بعداً بگم این لف هستش. خندیدن هم حرف اضافهش بعدش ات میاد. پس چی شد؟ look, gaze, good, laugh. این 4 تا حرف اضافهشون اتته. همچنین expert این 5 تا. میگه اونا میخندن به آقای دکتر گال and his ideas و ایده‌هاش. They didn't think. میگه فکر نمی‌کنن که phrenology was scientific، که همچنین کله شناسی یک چیز علمی باشه. They said it was impossible. خب impossible میشه opposite possible. این میاد. میگه فکر می‌کنن غیر ممکنه که to know a person's personality by analyzing head bumps، که بیای با این برآمدگی‌هایی که رو کله است بیای یک شخصیت یک فرد رو بشناسی. یا منتقدین است. منم فکر می‌کنم چیزی منم تو این دسته افراد قرار می‌گیرم. اصلا چیزی نیست، به کله ربط نداره، یعنی به برآمدگی‌ها ربط نداره. به هر صورت in the early 20th century میگه در اوایل قرن 20م 100 سال گذشت. The study of human behavior became important to scientists. این دیگه رونق پیدا کرد میون ساینتیست، دانشمندان. Important to حرف اضافه important prepositionش to هست، خیلی مهمه. They learned that the head bumps could not explain how people behaved. اونا یاد گرفتن که این برآمدگی‌های سر نمیتونه که رفتار انسانی رو در واقع explain کنه یا توضیح بده. They looked for. دوباره به دنبال بودن. Look at نیست. اونا به دنبال چی بودن؟ Other explanation. تعریفات دیگر، توضیحات دیگر بودند. Soon به زودی everyone agreed that phrenology was not a science after all. بالاخره متوجه شدن که آقا این در واقع علم نیست. After all. بعد از این همه، در نهایت، بعد از همه اینی که گفتیم. It was only one man's attempt to understand human behavior. میگه همش در واقع یک تلاشی بوده که برای تلاش یک آقایی بوده که بیاد رفتار یک انسان رو بشناسه. میگه
کار بیهوده‌ای بوده که توسط اون آقای دکتر گل انجام شده، اگه چیز خاصی نبوده. اینجا راجع به فرنولوژی گفته و اون فردی که این کار رو انجام میده گفته فرنولوژیست. حالا این قسمت هم بپردازیم. In the early 19th century، در اوایل قرن 19 phrenology created، خب میگه به جای کلمه started چی باید بذاریم؟ created great interest. گفتم خیلی ترکیب قشنگیه. یه چیزی created، یه چیزی create کرده چی و great interest among typical men and women. به جای typical سینونیم چی بذار؟ اصلا به سینونیم بخواد work with a partner use the words below to complete the story. use the word 100% چیه؟ سینونیم هست، یعنی مترادف. میگه یک علاقه among typical men and women. به جای typical مثلا میتونیم average بذاریم، میانگین مردا و زنا. They visited phrenologists، اونا میرفتن این کله شناسا رو میدیدن because they wanted to know about، برای که اونا میخواستن بدونن، یاد بگیرن، بفهمن about their talents، در رابطه با talent ها یا استعداداشون و شخصیتشون، characters. خب اینجا wanted to know، they wanted to know، they wondered، میخواستن بدونن دیگه، سوال براشون بود. میتونیم اینو بذاریم. حالا بریم جلوتر ببینیم کلمش درسته. Parents often ask a phrenologist to predict the child's future. میگه همچنین اولیا، پدر مادرم often، عموما سوال میکنن از phrenologist، از این کله شناس که بیاد predict یعنی چی؟ یعنی پیش بینی کردن. چیکار کنه؟ پیش بینی کنه a child's future، آینده یک بچه. Men and women in Europe use phrenology، میگن مرد و زنها تو اروپا از این در واقع فرنولوژی کله شناسی استفاده میکردن to help them choose among several or maybe suitable marriage partner. به جای suitable مثلا میتونیم بذاریم نمیدونم possible، بیان میامدن از این کار استفاده میکردن ببینن اون شریک زندگیشون در واقع suitable هست یا نه، یعنی مورد مناسبی هست براشون یا نه. همچنین کمپانی‌ها companies use phrenology to check the way of acting، میشه behavior. ببینید داریم way of acting میشه behavior. می اومدن از این کله شناسی برای چک کردن رفتار of people applying for job، که آقا این فردی که اومده برای این کار اپلای کرده، اومده درخواست داده، مناسبه. The process was long، خیلی پروسه طولانی بود and made up several steps، میگه خیلی در واقع made up several steps، خیلی قدم‌های زیادی داشت. complex میشه دیگه، complex پیچیده بود. میگه first phrenologist، اون افرادی که این کار انجام میدادن move their hands over the skull of a customer، میومدن دست میکشیدن روی کله یا جمجمه اون در واقع مشتری. when they found، به جای found چی بذاریم؟ analyze میتونیم بذاریم، link هم میتونیم بذاریم. a bump or something or a dent هم میشه چی؟ میشه در واقع دست انداز، مثلا برآمدگی، دست انداز، چاله. they would look at the phrenology map to see which personality trait همون behavior was connected. اینجا میتونیم لینک بذاریم، به جای connected link بذاریم to that area. به جای found هم میتونیم located بذاریم when they located the bomb. finally در نهایت they would look at details of، خب چیکار میکنه؟ analyze میکنه دیگه، look at details. اونا در نهایت آنالیز میکردن all the findings، تمام یافته ها رو and discuss each of 27 brain special uses یا function، میشه عمل کرد. میومدن 27 تا عمل کرد مغز رو میومدن در واقع بحث میکردن with the customer، با اون در واقع مشتری. some customers were pleased، بعضیاشون خیلی خوشحال میشدن and others were disappointed، بعضیاشون به شدت ناامید disappointed by what the phrenologist told them، با چیزی که این آقای کله شناس به اونا میگه. درس اول رو تموم کردیم، انشالله که سلامت باشید. درس دوم رو به زودی شروع میکنیم.